سلام دوستای عزیز، خوش آمدین در امروز نه ولاگی از ما. چطورین دوستا؟ خوب اینجارین؟ سلامتین؟ بخیرین دوستای عزیز؟ خیلی خوش آمدین. دیگه امروز تصمیم گرفتم یک کباب جور کنم. اولادا خانه بودن، سرگرمی برای اولادام شوه. خدا نام یک درش کباب نخوردیم در دلشم جای دست خالی. دیگه تشکر خاص از کسایی که همیشه برنامه از مر بیننده یا ویدیوهای مر بیننده یا چینل مر حمایت منه. دیگه تشکر خاص از تک تک از دوستا و بیننده خوب. دیگه دوستای عزیز نازنین جایشون خالی. دیگه امروز یک نیم کیلو گوشت چرخیده گرفتم، همراه 1 کیلو گوشت مرغ که میار رخته کردم. دوستا باش جور کنیم که چطور میاد. دیگه تا آخر برنامه رو بیننده باشین دوستا. دیگه یارم میزنم کلگش را البته یک 3 ساعت پیش اخته کرده بودم. خوب تا یخچال مانده بودم، خوب گوشت اخته شده. دیگه این دوستای عزیز یار دستی خستم، من دانه دانه کلگ از یار آماده کردم. دیگه حالا برم بخیر بریم که آتش در بدیم. یک سیخ گویا گرفتم، یک سیخ چندان پیاز گرفتم. دیگه ما کبابانم زدم، منتظریم که سیخ خالی شود که دستا باز مرغا را در سیخ بزنم. دیگه میتونه تا آخر مر بیننده باشین دستا، بریم که بخیر طرف آتش داخل نشه.